پیامبر صلی گفت نمیفهمم. گفت که الدرجات والکفارات، در اعمالی که درجه مؤمن بالا میکنه گناهش کفاره محو میکنه، از بین میبره. دینی که فما بحث میکنن چی میگن؟ میگه که یا الله من کسی که است ایمی اعمال میکنه ایره گناهش بر، خود ملائکه دعا میکنه با الله پیش میکنه، ایره میگه درجهش بالا. کدام است؟ نقل الاقدام الى الجماعات، نقل قدم به جماعت، از یک جماعت برآمدی باز بیا، برو بیا. والجلوس فی المساجد بعد الصلاه، بعد نماز در مسجد ششتن، حتی تا دیگه نماز یه زیاد بشینی. مردم و شما که این فرض خان چت میدوانی، فقط بوی قرضدار است از کسی، یا کسی میمره یا دکتر است اونجا عملیات میکنه، باز ببینید در کار گناه میره. و اسباغ الوضوء علی الکریهات، کامل کردن وضو به سختی ها. اسباغ الوضوء علی الکریهات، کریها مکاره در حدیث آمد. چی را میگه؟ همین را باید بفهمیم. یک نظری است که مراد به کریهات حالتی است که نفس انسان در وضو را بد میبره، یک حالت سخته. مثلا نزول مصائب، یک مصیبت آمد، مصیبتی که خبر شدی که گفتن پدرت مرد یا مادرت یا برادرت، یک خویشاوند بسیار نزدیک، یکم تا که میگه فلانی عمر خدا نه به شما بخشیدن، نه اگر نه عمر خلاص شده او چی را ببخشه به دیگران؟ عمر خدا نه به شما بخشیدن، عمر خدا خود رفت خلاص شد. بازو میگه خو کی؟ پدر جانت وفات کرد. این دیگه بسیار جگر خونه، اگر بگویش بیا نماز نمیخونی گپ نزن که اعصابم خراب. دینمی وقت بیا وضو کو، انسان خوشنا عاجل. پیامبر صلی الله علیه و آله که مصیبت میشونید عاجل وضو نماز، میدید که ابر تیره آمد باران، عاجل وضو نماز مسجد میدوید به مسجد. مثلا مصیبت سر ما شما آمد، یک کسی مریض شد سرطانی شده، عاجل وضو نماز، کل اعضای فامیل دعا کنن. یا فلانه مولوی صاحب این مصیبت برش پیدا شد استادتان، عاجل وضو نماز گریان کو، یا الله میره ادامه داده برو. الله مصیبت چی میکنه؟ دفع میکنه. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ای مومن خبردار از الله مدد بخواین در حل مشکلاتتان، بالصبر، به صبر کردن، و صلات، نماز خواندن. ان الله مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا للخاشعین. ما شما این کار نمیکنیم، این دیگه کریه میست. و فین النفس حینئذ، میزیار نفس انسان، وجود انسان در این وقت تطلب الجزع، یعنی چیق میزنه، فریاد میکنه تا باشه دکلی خود میزنه. نه ولی تو زود چیکو وضو کنی. اشتغال به صبر و وضو کردن نماز، این از علامه ایمانه، نشان ایمانه، و این بسیار درجه انسان گناهش محو میکنه، درجاتش بالا میبره، مشکلش الله حل میکنه. خوب این خود آخر است. دوم مراد به کریهات برد شدید، سردی شدید که نمیال برف است، برف خوب برف باشه، دین میاله خوب سرد باشه. به خاطر که در بعض روایت ایت آمده که اسباغ الوضوء علی الصبرات، تکمیل کردن وضو به صبرات. صبرات جمع صبرات شدت البرد، یعنی شدت سردی را میگه که این منفی 20 و منفی، حالا هنوز منفی 5 و چه وقت سرد نیست، منفی 20 منفی 40 منفی 50. امیال در چند ایالت امریکا میگه سردی به منفی 40 50 شده. او با چقدر سخته، حتی اونجا میگه قدر مصیبت گرفتار شدن. ولا ریب می شک نیست که اسباغ الوضوء فی البرد، تکمیل کردن وضو در سردی، یشق علی النفس، بس نفس انسان سخت تمام میشه، و تتألم، دردمند میشه. خصوصا که آب گرم هم نباشد، اون وقت وضو تا تکمیل کو بیا نما، اگر بود استفاده کو، نبود یا وضو کردن سخت تمام میشه اونم وقت. این گپ ابن رجب در شرح حدیث اختصام ملال اعلی که شارح بخاری است، یکی از محدثین بیان کرد. پس ما شما در هر دوش، در حالت مصیبت باید وضو را تکمیل کنیم، در حالت سردی وضو کنیم، بی وضو نباشیم. دینیمی وقتا بی وضو شدی وضو کو، بی وضو شدی وضو کو، یک ذره تکلیف است. و تکمیل باید بی وضو که باشی، آب سرد و قدس نمیزنی، خوب بر تو خیلی سرد شد، بدنت یخ میشه. اما یکم تا که میگه آب گرم باشه آب سرد ثواب داره، این گپ صحیح نیست. خب آب گرم اگه بود از گرم استفاده کو، اگه نبود از سرد استفاده کو. و از القول هو صحیح، این قول میگه صحیح است که سردی و حالت مصیبت. در حدیث مشروعیت تخلیل الاصابع، در حدیث چی فهمیده میشه؟ در بحثی که اصابع
را چی کنی؟ خلال کنی. اینجا یک سوال است که آیا این واجب است؟ زیرا پیامبر هم گفت که خلل الاصابع، یعنی امر کرد که اصابع انگشتا را چی کو؟ خلال بکن. آیا واجب است یا مستحب؟ علما دو نظر دارند. نظر اول است که واجب است و این را امام سنانی و شوکانی از علمای محدثین بسیار محقق است و امام سنانی محدثین متأخرین است ولی بسیار محقق. چرا؟ به خاطر می پیامبر هم گفت و خلل امر کرد. امر بین واز امر تقاضای وجوب میکنه. قول دومی است که مستحب است، سنت است. اذا وصل الماء الى ما بین الاصابع، آب که در اینجا برسه دیگه باز خلالش مستحب است. اگر نرسه باز فرض است که اینجا خواب برسه یعنی خود دست میه. اما آب رسیده بود بازم خلالش میگم مستحب. و میگه نه، آب اگر رسیدم بازم آب دیگر ای تو یعنی دست بزن بین زیره تو این قسم بکن. ما مذهب جمهور علما میگن سنت مستحب. دلیل از اینا چیست؟ بخاطر الله در قرآن میگه فاغسلوا وجوهکم، رویتان بشوین و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. میگه الله امر کرده به غسل شستن و این میگه با مجرد رساندن آب در پوست بدون تخلیل کفایت میکنه. تخلیل یک چیز اضافه است، پس این داخل در کمال وضو است نه در فرضیت وضو که فرض باشه. دوم دلیل میگه تمام کسایی که توصیف کردن و بیان کردن وضوی پیامبر صلی الله علیه و سلم تخلیل یاد نکردن، تخلیل ذکر نکردن. مثل که حدیثی که عثمان ما و شما خواندیم علی را. پس جمع در بین حدیث لقید و یه حدیث یه حمل به استحباب میشه که مستحب یا سنت. خب کدامش والله عالم خواهم را شدگی است. دلش کسی نظرشی سو راجع شد اونم مستحب سنت، اگر نی به خاطر از اختلاف هم بره اما خلال هم کنه، اگر که اکثر علمای را ترجیح دادن. ابن قیم می فرماید و کذالک تخلیل اصابع لم یکن یحافظ علیه. می خلال کردن اصابع انگشتا که تو میکنی دستایتا آب تیر میکنی پیچق میکنی میگه محافظت به این نشده. در سننی که میگه ابن شداد صحابی آمده میگه رأیت رسول الله اذا توضا یدلک اصابع رجلیه بخنصره. او میگه من رسول الله صلی دیدم وقتی که وضو میکرد میمالید اصابع رجلیه، اصابع پای خدا، دست و پای. در اینجا باز پسان میخوانیم مراد به اصابع امی انگشتای پای خدا بینش کت خنصر کت اینجا خود میمالیدش یعنی که آب برسده. و واضح میگه این ثابت باشه اینما یفعل احیانا، بعضی وقتی کار میکرده. به می خاطر میگه کسایی که اعتنا میشه توجه میشه به ضبط وضوی پیامبر که وضوی پیامبر حفظ داشتن، مثل عثمان که بیان کرد، علی، عبدالله ابن زید، ربی و غیره، اونا نگفتن این گپا با وجودی که در سند ازی میگه عبدالله ابن لایه یعنی در صحتش اختلاف. مراد به اصابع و کیفیت تخلیلش چی است؟ اصابع اینجا گفت انگشتا. کدام انگشت؟ انگشت دست یا انگشت پای؟ سوال جوابش است که انگشت دست و پای هر دوش داخل است. چرا؟ به خاطر که یک حدیث دیگه داریم در اونجا پایارم نقل شده، زیرا عبدالله ابن عباس میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک و رجلیک، رواه ترمذی. وقتی که وضو کردی میگه پیامبر گفت خلال بکو، دست تیر کو در بین اصابع انگشتای دستایت و پایایت، رجل هر دوش یعنی خلال کو. و در حدیث تخلیل، حدیث مستورده که از ابن شداد بود، مستورد ابن شداد صحابی، این میگه رأیت رسول الله، من دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا توضا وقتی که وضو میکرد یدلک اصابع رجلیه بخنصری، میمالید امو انگشتای پایای خدا اردو پایه بخنصر اینه با اینجا. رواه ابو داود ترمذی. امام ابو داود ترمذی حدیث نقل کرده. و ظاهر مراد خنصر کدام خنصر است؟ خنصر خو این کل که خورده میگه راست باشه یا چپ؟ ظاهرش خنصر دست چپ است، یعنی پایه که میشوی که دست چپ باشه. چرا؟ هر دو پایه راست تام که دست چپ باشه، چپ تام. به خاطر که تخلیل یعنی خلال کردن تطهیر است، پاک کردن است. و ازالت قذر و ازاله کردن همو یگام چرک و نجاست ویاست. فیشرب بالمشروب، چیزایی که نجاست با چپ، مثل که استنجا میزنی دیگه کارا با دست چپ میشه، با دست چپ. و خنصر چرا گفت؟ به خاطر که این خوب آب میرسانه.
مگه یک کسی انگشتای پایش وسیع باشه میشه که به دیگه کل کام بکنه. اما اگر بعضی انگشتای پایش چی است که این چیزی کلان دو داخل نمیشه، خنثر کرد کل که خورده است در پای داخل میشه دمو بین انگشتای پای. اصابع یدین کاملی است در تخلیلش که ایضا بدن الکف الیمنی علی الیسرا، امی پشت کف پای راست خدا در چپ بانه پشتش و یدخل اصابع باز امی انگشتای خدا بعضش در بعضش داخل. اگر در دست خویی توست که امی که بدن کف دست راتا به چپ میمانیم ایتو که ماندیم باید خل این انگشتا را ایتو داخل کنه، یعنی اینطور کنه. آب هم هست نه، آب هست اینطور کنه چی میشه پایا را کرد باز که میکل که خود یا کلکای دست خود او را اخلال کنه. خصوصا که با تخلیل فرض بگویم یا چی بگویم بازی یه ضرور آمد. حکم مبالغه در استنشاق چی است؟ یعنی کسی آب بینی پرته یا که خوب کشش کنه، این مستحب است یا چی؟ علما میگن مستحب است بر غیر روزدار، به خاطر پیامبر گفت بالغ فی الاستنشاق، مبالغه همچنان در مزمزه سنت است. امام نووی میگه مبالغه در مزمزه و استنشاق سنت است بدون خلاف. معنای مبالغه چیست؟ در مزمزه، مبالغه در مزمزه یعنی آب در دهن انداختن که آب در اقصای حلق برسه. این تو که میپرتی بیخی تو غرغره کنی خوب که این در مؤخری نقطه حلق گلون برسه. و یا نگاه طبی مال میگن بسیار فایده داره به گلون و اینا. دیگه مبالغه در استنشاق در بینی جذب الماء الى اقصى الانف، جذب کردن آب تا آخری نهایت بینی که این دم سرم معلوم میشه میزنه. خوب و این بسیار فایده هم داره. چرا میگه نگفت که مبالغه بر غیر روزدار واجب است با وجودی که رسول الله گفت بالغ؟ یعنی چرا گفتن نمیشه که مبالغه به غیر روزدار؟ یعنی چرا روزدار؟ جواب چیز میگه اگر واجب می بود از روزدار منع نمیکرد. اگر مبالغه واجب می بود مثلا نمیگفت که غیر روزدار و دیگه واجب می بود تحرس از نزول آب در جوف به امرای مبالغه. یعنی اگر انسان میتونه مبالغه کنه و آب نمانه که در وجودش داخل شه، این میشه. حتی ما میگم دفعه که غرغره کنم میشه غرغرم کنم آبم در بدن داخل نشه، ایران میتونم. اما ازی فهمیده میشه که سنت است واجب نبوده. خب در حکم مزمزه و استنشاق چی گپ است بدون مبالغه؟ حکمش چیست؟ شما عام شنیدین که می آب در دهن انداختن در بینی میگن سنت است نه؟ آیا میتونه است یا علما اختلاف دارن؟ در اینجا علما اختلاف است، یعنی بینی را ششتن دهن ششتن در وضو باشه یا در غسل؟ چی گپ؟ اگر که در غسل خو مذهب حنفی هم میگه واجب است، اما در وضو چطور؟ در وضو جمهور علما قول اولی است که مزمزه و استنشاق از نظر جمهور علما سنت است. اما دوم قول است که مزمزه و استنشاق در وضو فرض است. و هذا مذهب الحنابلة، حنبلی ها امام احمد بن حنبل و علمای حنبلی میگن که فرض است. امام نووی میگه و هو مذهب ابن ابی لیلا. غیر از حنبلی ها ابن ابی لیلا یک محدث مجتهد است و حماد استاد امام ابو حنیفه رحمه الله، اسحاق ابن راهویه یا حماد استاد امام ابو حنیفه رحمه الله یا میگه که با وجودی که شاگردش مخالفت کرده امام ابو حنیفه رحمه الله از استاد خود میگه نه سنت. اون نظر به دلایل اون اجتهاد مجتهد بوده. ما نمیگیم که ما مثل از اونا هستیم، ولی ما به اساسی فرق کرده میتونیم که دلیل چطور چنانه. حالا اگه تو میگی خدا با امام صاحب برابر کرد، او خو میگه مجتهد بود که از استاد خود مخالفت، تو چه کار هستی که میکنی؟ ما میگیم ما هم میتونیم که حدیث ترجیح داده بتانیم، یه حدیث صحیح چطور چنان و علما هست میتونن و ما می تفکیک کردن میتونیم. الحمدلله ما قدر علم داریم که تفکیک کنیم که اینی علما ایرا ترجیح ای کدامش. کسی که تلاش کنه در این بخش میتونه، خدا مجتهد نمیگیریم ولی فرق میتونیم که ترجیح بدیم کدامش بهتره. حدیث باب دلیلش حدیث باب است که اذا توضأت فمزمز، وقتی که وینا پیامبر صاحب گفت که وضو میکنی فمزمز امر کرد مزمزه بکو و هذا امر بالمزمزه فدل على وجوب، امر است به مزمزه یعنی آب در دهن انداختن و این دلالت به چی میکنه؟ با وجوب فرض بودنش که فرضه. یک خو این حدیث. دوم دلیل است حدیث ابی هریره که متفق علیه است، بخاری مسلم نقل کرده. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم
می رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اذا توضا احدکم، وقتی که وضو میکند یکی از شما، فلیجعل فی انفی ماء، باید پرت در بینی خود چی را؟ آب را، ثم لینتثر، باز خوب او را چی کنه؟ پچق بکنه. متفق علیه. میگه این امر با وجوب است، امر کرده آب پرتا و این کار بکنه. اگر که در بخش بینی آمده، در دان نامده، ولی دان دایی قیاس میشه. جیم که ایست مداومت النبی صلی الله علیه وسلم علیهم، یعنی همیشه پیامبر این کار کرده. فکل من وصف وضوء النبی، هر کسی که وضوء پیامبر نقل کرده، یاد کرده است که انه فعلهما ولم، یعنی این کار کرد که آب در دهن انداخت بینی، و اینجا هم فعلش و هم قولش میگه این دلالت میکنه که واجب و فرضه. یعنی اگر یک کسی دهن و بینی را نشویه وضوش نمیشه. به نظر احمد ابن حنبل، حماد استاد امام ابو حنیفه، اسحاق ابن راهوی، ابن ابی لیلا، ابن قیم می فرماید ولم یتوضا الا تمزمز و استنشق، می پیامبر وضو نمیکرد مگر مزمزه میکرد، آب در دهن مینداخت در بینی. ولم یحفظ عنه، میگه از اون محفوظ نیست انه اخلا بی مرتن، که یک مرتبه هم این کار نکرده یا اخلا ترک کرده باشه. دومی که ان الفم والانف من الوجه، بینی و دهن از روی است، روی به دلیل دخول موافق، به خاطر که ده حد روی داخله، روی از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا. نه وقتی که از جمله روی بود، اینال روی خو الله میگه فغسلوا وجوهکم، رویتان بشوین، پس دو فرض هم داخل میشه. خب این هم در ظاهر واقعا که میبینیم دلایلشان دیگه بسیار قوی است. قول دوم چیست؟ وقتی که یک باشه دیگه وجدار است با ما و شما که چی کنیم؟ مزمزه و آب در بینی انداختن عادی فکر نکنیم، این را باید جدی بگیریم. دوم نظر مذهب حنفیه و مالکیه و شافعیه، سه مذهب دیگه اهل سنت. واختار هذا القول ابن منذری را انتخاب کرده. او چیست؟ او میگن که المزمزه و الاستنشاق سنتان من سنن الوضو، این سنتای وضو است. سنت فرض نیست، یعنی کسی کار نکرد تنها رویش وضوش میشه. دلیل از اینا چیست؟ میگه دلیل ما است که لقولی تعالی فغسلوا وجوهکم، الله در قرآن میگه بشوین رویتان را. خب خیر روی چطور سعی کنین استدلال از اینا را؟ می وجه دلالت است که الله شمار کرده فرضهای وضو را در آیت که واجب است، فرض است انجامش، و در این آیت مزمزه و استنشاق ذکر نشد. روی بشوین، دست بشوین، پای بشوین، مس سر بکنین، نه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. دیگه نگفته که مزمزه کنین و استنشاق کنین، این گپ نگفته. فدل علی عدم فرضیت ما، این آیت می دلالت میکنه به عدم فرضیت که فرض نیست بینی ششتن و دان ششتن، و انما علی سنیت ما، میگه سنیتش چرا سنت خواهی میگین؟ لمواظبت النبی صلی الله علیه و سلم، ما فیم بخاطر پیامبر همیشه این کار کرده. با وجود که بعضی میگه مواظبت است که ترک نکرده باشه خب واجب میشه، و خیلی جا میگه نشده. دیگه ان الله امر بغسل الوجه فی الوضوء، الله امر کرده به شستن روی در وضو، و هما تحصل بین مواجهه. اینا الوجه میگه یا در تعریف روی اختلاف دارن. روی میگه چی را میگه؟ روی میگه که مواجهه دون باطن الفم، میگه انسان که با کسی روبرو میشه که ظاهرش همی ظاهر بینیش، ظاهر دهنش، این تو نیست که روبروش و بینیش هم ببینه و دهنش هم ببینه، دهن خود خواز نمیکنه. مواجهه با روی میشه، و در روی که هستی بینی که هست خود داخلش هست، بینی ظاهرش خواب میپرته میخو فرضش با داخلی ازی، این میگه در روی داخل نمیشه، زیان انسان روبرو که داخل بینی نمیتونه شده، و دیگه داخل دهن این در روی گرفته نمیتونه، باطنش آب خو میپرته، دان تا پت کو این آب میآید، نه آب پرت، اما داخل دهن که واز کنیم میگه در روی داخل نیست، همین داخل دهن باطنش، داخل بینی در روی داخل نیست. فلا تحصل بهما مواجهه به یاسر نمیشه. و هذا یدل می دلالت میکنه که مزمزه و استنشاق غیر واجبین، واجب فرض نیست. اس انهما غیر داخلین، چرا؟ به خاطر که اینا داخل نیستن فی مسمى الوجه، در معنای وجه، در معنای روی داخل نیستن پس فرض نیست. الله می روی تا نباشه، او که در روی داخل نیست و فرض نیست. ایام یک دلیلی گفت، خوب دلیل است. خب این خوب میشه که آیت خود چیز باشه، نه آیت خواه از حدیث رو توضیح میده، و پیامبر اونجا گفته حدیث چی است؟ و انزلنا الیک الذکر
لتبین للناس ما نزل الیهم. الله می قرآن نازل کردیم تا که وضاحت بدیم ما نزل قرآن توسط چی وضاحت داده میشه؟ توسط حدیث و آیت باز توضیح میده که چقدر وجود را روی بشویم. یا می حدیث هم داریم. حدیث تون چیز می حدیث عایشه رضی الله عنها قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 من الفطرة و ذکر منها المضمضه والاستنشاق. رواه مسلم. دا چیز گفت از فطرت است، یعنی فطرت یا به معنی سنت میگن و یاد کرد میادی مضمضه و استنشاق. دا چیز همون دا چیزی که است نی مسواک است، مثلا استنجا زدن است یا زیر بغل اینا گرفتن و دا چیز میا ریش ماندن اینا و از جمله مضمضه یعنی آب در دهن انداختن در بینی. قالوا میگن والفطره به معنی سنت است و یؤید ذلك انه جاء في 10 من السنه. میگه حدیث دیگه است 10 دا چیز از جمله سنت است، ولی اگر که هم یک دلیل است وقت دلیل قوی نیست. یکم دفعه سنت به این معنا می باشه که ثبوتش در سنت است، اما این به این معنا نیست که سنتی که در برابر فرض باشه، یعنی ثبوتش در حدیث است، در سنت است. اما این به این معنا نیست که مثلا گوشت خر حرام است، اینا گفتن نمیتونیم که حرمتش مکروه تنزیه به خاطر که در سنت آمده. نه، سنت در حدیث آمده ولی آن حرامه. یا 2 رکعت نماز چی است؟ فرض است، اما ثبوتش در چی است؟ در سنت است، یعنی در حدیث است. یکم دفعه سنت در برابر فرض واقع میشه که حتمی نیست و یکم دفعه سنت دیگه که ثبوتش در سنت در حدیث. متوجه هستین در بین دو فرق است. و سوم دلیل از اینا چیست غیر از آیت حدیث؟ میگه ما ورد عن ابن عباس، اگر که حدیث ضعیف است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله المزمزه والاستنشاق سنتون. اینا صریح اینی جاست، اینی حدیث. ولی اگه این حدیث صحیح می بود واقعا که گپشون بسیار قوی می بود. می پیامبر گفته که مزمزه و استنشاق سنت است. رواه دارالقطنی روایت و هو ضعیف ولی ضعیف است. این حدیث چون که ضعیف است بنان این دلایل قوی از جمهور چه کرده؟ ضعیف کرده، نتونست گپشون قوی شود. به خاطر که گپا احتمال داشت که فطرت اون گپا از جمله چیز بیا، فطرت از جمله چیزایی که طبیعی فرض بیاد، اما اینی گپ. خب این دو قول، امی قول اولی بود که فرض بود، قول دومی که سنت. سوم قولی میگه که یا میگن یجب الاستنشاق وحده، فرض تنها آب در بینی انداختن است. فی الوضوء در وضو دون مزمزه نه، یعنی آب در دهن انداختن فرض و واجب نیست، تنها بینی میگه فرضه، بینی را آب پرتی کش کنی. و این نظر قول جماعت اهل ظاهریا و از جمله ابن حزم و قول ابی ثور، این از جمله مجتهدین. دلایلشان می استنشاق نقل شده از قول پیامبر و فعلش. واقعا پیشتر خواندیم نه پیامبر اگر که ما شما با بینی هم دلیل پیش کردیم، ما گفتم نه با بینی دلیل با چی با دهن هم دلیل پیش کردیم، ما موجه اشاره کردم. یه حدیث در بخاری مسلم است، پیامبر گفت اذا تودع احدکم، یک از شما وضو میکند فلیجعل فی انفه، در بینی خود پرتا ما ان آب را ثم ینتثر، باز چی کنه؟ فش کنه آب خوب سخت. هذا امر والامر للوجوب، یعنی که می فلیجعل فی انفه ما یم امر، ثم ینتثر یم امر است، هر دوش امر است و امر که دلالت به وجوب میکنه. و فعل پیامبر هم در حدیث بسیار آمده که در صفت وضوء پیامبر آب در بینی نقل شده، هیچ کدام نمانده. هرچی مزمزه میگه اگر که نقل شده از فعلش فقط، ولم تنقل عن امره، از امرش میگه نقل نشده. اگر سوال جواب برش بگویی که امرش چطور نشد، پیامبر گفت ثم مزمز امر کرده، میگه شاید که اینا روایت امر ضعیف بگویند و اذا توضأت فمزمز او را شاید ضعیف بگویند، ولی گپ از یا قوت نداره، به خاطر که اگه گپ به امر باشه خب بدانم امر آمده. و راجع چی است؟ قول اول که وجوب مزمزه و استنشاق، بی آب دادن انداختن در بینی انداختن چی است؟ واجب است و فرض. هر وقت میگم من که وجوب فرض گفتم معنایش و فرق نیست که امام مذهب احناف او را فرق میکنن. جمهور میگن فرق بین فرض و واجب نیست. خب پس ما شما از جا فهمیدیم که دهن و بینی اختلاف بوده، ولی راجعش هم بیان کردیم. خب اگر کسی میگه نه به نظر من راجع نیست و کار نداریم، خب ولی علمایی که ترجیح دادن و من فکر میکنم که دلایل است، یعنی زیاد در نظر من 80% امیتو معلوم میشه که فرض باشه، به خاطر پیامبر امر کرده و بسیار جدی گرفت.
و آیت از آیت خود استدلال قوی نیست، به خاطر که آیت حدیث توضیح میده و او دلیل سنت هم مقدر قوت نداره. اما اگر یک کسی که به او دلایل عمل کنه و دانه نشوه بینی را، ما شما فتوا داده نمیتونیم که وضوء نشد. متوجه هستین؟ به خاطر که میگه ما به این قناعت کردیم، به این دلایل. یا اگر کسی مقلد و مسیج نمیفهمه، میگه ما هرچی که امام صاحب گفته متو میکنم، درک نمیکنه دلایل، او را هم گفته نمیتونیم وضوء نشد که فتوا ندین. بعد وقت شما گپ میشنید مفتی اعظم میشین. خب تا ما فتوا نداده، وقت شما مردم میگن این مردم ها کلش به وضو نماز خواندن، کسایی که دهن خود نشده یا او را فرض ندانست، این گپ نگوین. خب یکی خوی نمیست که ما بیان میکنیم، ولی در محل فتوا گپ فرق میکنه. اینا بفهمین که اونجا بعض شرایط از بعض گپات او را مفتی میفهمه. شما هر گپ که شنیدین عمل کنین، اما اگر فتوا میتین کسی بگه مثلا شما را وضو شد نشد، بگه گپش نمیفهمم، اینا باید از عالم پرسان کنین. خب کوشش کنین که شما تا خوب علم عالم نشدین مفتی نشین. من میال خودم فتوا دادن نمیتونم، کسی را که بگه یکم جای آسان فتوا میتونم مرجع نه، میم برو از یک مفتی دیگه پرسان. بعد مرا میگن چرا نمیگی فتوا بده، بیخی مرا محکم میگیرن. میگم من خب مفتی نیستم که فتوا بدم. بعد یک نفر مرا پرسان کرد، گفت تو عالم هستی؟ گفتم کمی. گفت در کدام درجه هستی؟ پیش یک کس هم تو گفتم من در این درجه هستم که عالم. گفت چطور؟ میگن ملا و دام ملا و بعد از این مولوی، کدامش؟ گفتم شاید در دام ملا بیایم، یه طرف مشکلم بود. دام ملا گفتم متوسطه میگن. او پرسان کرده بود، یک عامی بود. اگر که اوگه پام نمیگیم الحمدلله در این درجه هستیم که ترجیح بتیم و حدیث و با دلایل و ایناش، باز هم یعنی مفتی کامل خدا نمیگیره، به خاطر که مفتی کامل باید بسیار دلایل بود. به می خاطر یکم دفعه من کسی پرسان کنه زیاد تحقیق میکنم، بعد از جواب میتم. حاضر اگر که میفهمم ولی خوب دلایل خدا میفهمم، او را میگم صبح از ما پرسان کنم جواب زیره، به خاطر که نشوه که به علم فتوا دادن نه بی دلیل. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که لا یحل احد ان یفتی بقولنا، حلال نیست به هیچ کسی فتوا بده با قول و نظر ما لم یعلم من این قلناه، تا که نفهمه که ما از کجایی را گفتیم. ما لم یعلم من این اخذنا، تا که نفهمه ما از کجایی را بیان دین. دلیلش نفهمه مفتی نشه. اگر که امروز مفتی صاحبا کل ما بی دلیل است، خب مفتی صاحبایی که میگه مفتی صاحب گفت بفهمی دلیل نمیگه. فلانی میگه این فتوا میم دلیلش چیه؟ شخو نمیگم فلانی عالم گفته، حالا فلانی عالم تو دلیلش فهمیدی؟ نه. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرج الترمذي وسوى ابن خزيمة. شما دیر روز گفتین که امی ریش خلالش چطور است این آمد. خب وعن عثمان رضي عثمان ابن عفان خلیفه سیوم اسلام میفرماید ان النبي صلى الله عليه وسلم كان، یقینا نبی پیامبر الله به بالاجی رحمت سلامت روان کنه، کان بود یخلل خلال میکرد لحیته ریش خود را فی الوضوء در وضو کردن. اخرجه ترمذی، امام ترمذی را نقل کرده و صححه ابن خزیمه ایرا تصحیح گفته حدیث صحیح. اولش خو این حدیث صحیح است یا نه؟ در اختلاف است. علما در صحت حدیث اختلاف کرد که می خلال در ریش در مجموع اختلاف داره، تنها حدیث نه. هر حدیثی که در بخش خلال ریش است اختلاف است در صحت و حدیث. و شما میفهمین که حدیث صحیح نباشه یا حسن به او عمل نمیشه. خب در صحتش بعضی علما میگن صحیح نیست. در احادیثی که در خلال ریش میاد که ریش خلال بکو، هیچ کدام صحیح نیست. شیء من الاحادیث، هیچ اگر 10 حدیث است 20 حدیث است صحیح نیست. چرا؟ میگه قال الامام احمد و ابو زرعه. امام احمد ابن حنبل خوی بسیار عالم جرح و تعدیل بود. این رئیس ابو زرعه این خازو کرده بالا. لا يثبت في تخليل اللحية حديث، میگه در تخلیل اللحیه کدام حدیث ثابت نیست. یعنی ابو زرعه یکی از علمای محدث جرح و تعدیل است، میگه هیچ حدیثی ثابت نیست، یعنی ضعیف. و قال ابن منذر، یعنی خلافش است که اینا میگن ضعیف. ابن منذر یا الاخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خل لحيته قد تكلم في اسانيده، اخبار و خبرها و احادیثی که از پیامبر نقل شده که پیامبر ریش خدا خلال کرده، میگه در سندش مردم گپ زده، یعنی صحیح نیست.
خب اینا خب میگن صحیح نیست. بعض علما میگن صحیح است، مثل ابن خزیمه که گفتیم صحیح گفته، حاکم در مستدرک، امام نووی در شرح مسلم. سبب ضعفش چیست؟ میگه حدیث عثمان در صفت وضو در صحیحین که آمده، نه در بخاری مسلم و در غیره آمده احادیث صحیحه وليس فی ذکر التخلیل، یعنی در حدیث بخاری مسلم و حدیثی که صحیح است بلا خلاف دو کلمه تخلیل نامده که ریش خدا پیامبر خلال کرد، نامده. وقد رواه عثمان رواه عن عثمان جماعت، یک جماعت می از عثمان رو نقل کرده ولم یذکر التخلیل. تخلیل یعنی خلال ریش نقل نکرده. به این خاطر فهمیده میشه که حدیثی که خلال ریش ضعیفه. بعض علمای دیگه گفتیم میگه صحیح است. خب اما میگه اسنادش کلش که جمع کنیم قوی میشه، به درجه حسن میرسه که عمل بنان بهتر است که خلال شه. حکم تخلیل لحیه چیز وقتی که خفیف باشه. خفیف یعنی اموریشه که خفیف است، یعنی مویش کم است. یکی خو موی زیاد است، نه شاید ریش ما هم در جمله بیاد. یکی که مویش کم است، کوسه است، نه کوسه مجاز است، یا دانه دانه دار یا کمتر است، یا نو که مثلا جوان میشه امی. چی است؟ میگن لحیه خفیفه یجب غسلها، واجب است فرض شستنش، و ما تحت من البشره، زیرش که پوست است و بشه او را باید بمالی آوا برسانی. چرا؟ لان فی حکم ظاهر، به خاطر که او که ریش کم است کوسه میو مثل شما. میگه در حکم ظاهر است، ظاهر روی باری است. فیدخل فی قول تعالی، الله در قول الله داخل میشه فاغسلوا وجوهکم، بشین روایتانا، و این در جمله روی میاد. والوجه ما تحصل بالمواجهه، روی میره میگه که روبروی با کسی روبرو شی. و ما تحت اللحیه اذا کان بادیا تحصل، و زیر ریش میگه که بادی باشه، سرسری باشه، مواجهه به این حاصل میشه، در حکم وجه داخل میشه که روی است، بنان روی باید بشی، ایران بشی. پس آب پرت یا میتو دستی چیز کنی یا بمالی، یا میتو دست بمالی جایده. حکم تخلیل لحیه کثیفه، کثیفه یعنی زیاد باشه، زیاد موی باشه. حکم از این چیز خلال کردن، علما اختلاف دارن در خلال کردن، یا خلالی که آب پرتی یا ایتو پرتی یا دست تیر کنی. قول اولی است که انه سنت میگه سنت است و این مذهب جمهور علما، جمهور یعنی اکثریت مجتهدین. دلیلش حدیث باب است. این حدیث باب اگر که بعضی ضعیف بود ولی شواهدش که دیگه حدیث است که را قوی میکنه و به درجه حسن غیری میرسه. فإن فی النبی صلی الله علیه و آله کان یخل لحیته، پیامبر میگه ریش خدا خلال میکنه، به خاطر ریش پیامبر انبوه بود، یعنی زیاد بود که از رویش پوست ریشش معلوم نمیشد، اما زیاد باشه که داخلش معلوم نشه. و دیگه در دلیل جمهور علمایی است که دلایلشان تخلیل لحیه کثیفه غیر واجب، اما ریشه که زیاد است واجب نیست. و نبات اللحیه کثیفه لا یجب غسل، باطن ریشه که زیاد است واجب نیست شستنش. دلیلش چیست؟ ما رواه البخاری عن ابن عباس انه توضا فغسل وجهه، اخذ غرفه من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، اضاف الى يد الاخرى فغسل بهما وجهه، ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. میگه تخلیل لحیه واجب به این خاطر نیست که امام بخاری از عبدالله بن عباس نقل میکنه، حدیث صحیح است، انه توضا که پیامبر وضو کرد، فغسل وجهه، روی خود شست، اخذ غرفه من ماء، یک غرفه یعنی یک چیز آب گرفت، فمزمزه کرد، آب در دهان انداخت، و استنشق دیگه در بینی انداخت، ثم اخذ باد دیگه گرفت، فجعل هكذا مقسم انداخت، اضاف الى يد، در دست دیگه خود انداختش، ایتو گرفت دایی انداخت که انداخت، باز روی خودش شست. ایتو آب میگیری دایی میپرتی، باز روی خودش شست دو دسته. ثم قال گفت هكذا رايت رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی قسم دیدیم پیامبر وضو میکرد، یعنی خلالش وجه دلالت از حدیث که النبی کان کث اللحیه، یعنی ریش زیاد بود، فغرفه واحده، یا غرفه یک دست ای کفایت نمیکرد با شستن روی و غسل ما، و با او یک دانه هم روی بشویی هم زیر چیز کنی، این کفایت نمیکرد. از این فهمیده میشه که النبی صلی الله علیه و آله اکتفا به غسل ظاهر ما فقط، یعنی ظاهرش 6 تا کفایت کرد، همین ظاهر که آب انداخته کفایت کرد، تو نکرده که زیر هم آب تیر کنه، زیر از یک غرفه یک دست که میگیری کار نمیشه. یا دلیل میگه. قال ابن قدامه میگه رحمه الله ان اللحیه اذا كانت خفیفه، ریش وقت سبک باشه، یعنی کوسه واری، تصف البشره و مو پوستش معلوم شوه، واجب غسل باطنه، واجب است باطنش شستنش. و این کانت کثیفه، اگر زیاد بود که پوستش معلوم نمیشد، لم یجب غسل ما تحتها، ما تحتش واجب نیست شستن، و یستحب تخلیلها، مستحب سنت است خلال کی تو خلال کن.
خب این خو یک نظر دوم. نظر اول می بود که سنت است. نظر دوم چیست؟ می یکره تخلیل و مکروه، یعنی مکروهی که کار بد است. چرا؟ قالوا لانه لم يثبت في تخلیل اللحیه حدیث، هیچ حدیث صحیح ثابت نیست. ولا حدیث صحیح فی صفت وضوء النبی، احادیث صحیح در صفت وضوء پیامبر لم تذکر لم تخلیل اللحیه، یا لم تذکر، ذکر نکردن، یاد نشده تخلیل اللحیه که ریشه باید چی کنی؟ خلال کنی. که حدیث عثمان فی صحیحین، مثل عثمان در صحیحین، و حدیث عبدالله بن زید در صحیحین بخاری مسلم، حدیث عبدالله بن عباس در بخاری، حدیث علی بن ابو داود و غیر احادیث صحیحه کلش میگه است که دو ذکر نشد. ولعل میگه خود ترجیح کدام است؟ شاید میگه آنچه که ترجیح داده شاید استحباب سنت و ورود ذلک از عبدالله بن عمر ثابت است. فان نافع ابن عمر، ما میگیم اگه حدیث هم صحیح نگیریم از صحابی ثابته. صحابی از نافع از عبدالله بن عمر، نافع شاگردش، نقل میکنه که انه کان یخلل لحیته، ولی این صحیح است. این روایت که عبدالله بن عمر ریش خود چی میکرد؟ خلال میکرد، یعنی دست تیر میکرد یا آبای تو مینداخت که آب چی شود. وقتی که خلال از این ثابت شد، واقعا باز عبدالله بن عمر بسیار تابعدار پیامبر بود، کار پیامبر نمیکرد این نمیکرد. این تابعدار بود که حتی لباس خدا مثل لباس پیامبر جور میکرد، خوراک خدا، نشست خدا، کوشش میکرد همه شکل پیامبر، حیات پیامبر در وجود خود بیاره. مثلا در یک حدیث هست وقتی پیامبر هم در کعبه داخل شد، نیام دوید، بسیار میدوید و تلاش میکرد که پیامبر از پیشش نره. خب دیگه کسا داخل شدن، بلال در پشت دروازه ماند، ولی افسوسی کرد که پیامبر در داخل کعبه داخل شد، نماز خوان یا نخوان. کمی تجاره میگه بود، کمی پیامبر سوسم برآمد، بلال کمی برآمد، بلال گفت که آیا پیامبر نماز خوان؟ یعنی گفت بله خوان. اون امور ثبت کرد، گفت 2 رکعت نماز خوان. او گفت سنت بوده که در کعبه داخل میشی 2 رکعت نماز در بینش که داخل میشی، بین کعبه. یعنی بسیار تابعدار پیامبر بود. واقعا ترجیح می است که مستحب است که خلال شود. ابن قدامه میگه و مذهب اکثر اهل العلم ان ذلك لا یجب، اکثریت مجتهدین اهل علم میگن که واجب نیست، ولا یجب التخلیل، واجب نیست تخلیل. و ممن رخص فی ترک التخلیل، در ترک تخلیل کسایی که رخصت داده عبدالله بن عمر، کسی اگه نکنه، حسن ابن علی، یعنی حسن فرزند علی رضی الله عنه، امام حسن، طاووس یوم تابعی، امام طاووس، امام نخعی، شعبی یوم ابو العالیه، یوم تابعین مجتهدین، مجاهد شاگرد عبدالله، ابو القاسم، یا میگه کسی نکنه گناهگار نمیشه، فرض نه. محمد ابن علی، سعید ابن عبد العزیز ابن المنذر. چرا؟ لان الله تعالی امر بالغسل ولم يذكر التخلیل، الله امر بالغسل که تخلیل یاد نکرد. و اکثر من حکى وضوء رسول الله لم يحكي، اکثر کسایی که نقل کردن وضوء پیامبر تخلیل نقل نکردن. ولا واجبا لما اخل به فی وضوء، میگه واجب می بود پیامبر صلی الله علیه و ترک نمیکرد در هیچ وضوء. ولو فعله فی کل وضوء، اگر در وضوء کار میکرد لنقله، حتمی را نقل میکرد. کل من حکى وضوء، هر کسی که وضوء پیامبر حکایت میکنه، یعنی همیشه نمیکرده، یگام دفعه او اکثر. و ترک لذالک، اینکه پیامبر بعضی وقت ترک کرده دلالت میکنه که غسل ما تحت الشعر، شستن در نمو پوستی که در زیر ریش است، ریش کثیف یعنی که زیاد باشه، لیس بواجب، واجب نیست. چرا؟ لان النبی صلی الله علیه و سلم کان کثیف اللحیه، بسیار ریشش انبوه بود، زیاد بود. فلا یبلغ الماء ما تحت شعر، آب در زیر موش نمیرسید بدون تخلیل و مبالغه. و فعل للتخلیل فی بعض، که بعضی وقت پیامبر سم کرده، یدل علی استحباب ذلک، مستحب است. الله میگه میفهم در مغنی. این گپ بر ترجمه واقعا میگه صحیح است. و امام نووی هم در مجموع میگه که اللحیه الکثیفه، ریشه که انبوه است، پوستش معلوم نمیشه، یجب غسل ظاهرها، واجب شستن ظاهرش بدون خلاف. ولا یجب غسل باطنها، غسل باطنش واجب نیست. ولا البشره تحته، پوست هم در زیرش واجب نیست. هذا هو المذهب الصحیح مشهور، یعنی مذهب صحیح، نظر صحیح که مشهور است امیس الذي نص علی الشافعی، امام شافعی رحمه الله تصریح کرده. و بی قطع بی جمهور الاصحاب، جمهور اصحاب شافعی هم میره گفت. و هو مذهب مالک، امام مالک و ابو حنیفه رحمه الله، ابی حنیفه رحمه الله همیگه فهمیگه. و احمد ابن حنبل و جماهیر العلماء، جمهور و اکثریت من اصحاب و تابعین و غیرهم ساکل شنو. و حکر رافی قولا و وجها، یا قول می رافی نقل کرده که انه یجب غسل بشره، واجب شستن پوست. و مذهب المزنی، مذهب مزنی ابو ثور میگه یک قولی است که امام مزنی از مذهب شافعی، ابی ثور میگه که واجب است که بشوی، ولی گپ از اونا
قوت نداره. خب امی کسایی هم که لحیه میکنه از این چی فهمیده شد؟ خلال میکنه، یعنی بعض وقت بکنه بعض وقت نه، همیشه نکنه، به خاطر تا که با حدیث عمل شد.